من شکریه طوفانزاده هستم، مسئول کمیته فرهنگی بنیاد خیریه ایثار. امروز جمعه 6 اقرب سال 1401 اولین آموزشگاه حرفه خیاطی را بنیاد خیریه ایثار در محروم‌ترین نقطه غرب کابل منطقه خیرآباد برای خانم‌ها و دختران بی‌بضاعت تأسیس نمودند و انشالله در مدت کوتاهی با همکاری خیریه محترم در چندین نقطه دیگر یعنی شهرک همت، شهرک اتفاق، کتبلندی فعال خواهم نمود. و تشکر میکنیم از کمیته ارتباطات بنیاد خیریه ایثار بابت زحمات همیشگیشان، چنین برنامه ها را مدیون زحمات ایشان هستیم و در اخیر از تمام خیریه محترم خواهشمندیم تا در قسمت کمک و همکاری برای خانواده‌های شهدا و بی‌بضاعت ما را همکاری نماید. شماره ارتباطی ما 2093 744 274 411 و من الله توفیق.